شما رو میگرفتین؟ بله. سلام. خوب هستید؟ خیرتی هست ان شاء الله. چند کیلو گرفتین؟ ما 3 کیلو رو میگرفتیم. 3 کیلو. شب میمون داری چه رقم؟ نه میمون نداریم، برای خودمون برای خود. چه پلان داری؟ ینگر از زنگ زدی که چی پخته میکنی؟ ینگا اومدم داخل موتر شاید ما بدون ینگا سودا نمیگیریم. خوب میکنی. آفرین. بدون مشوره زن هیچ کار نکنه. آفرین. شما از وطن نبرامدین؟ نه هیچ نرفتیم. هیچ بیرون دم نرفتین؟ طول این قبیل نرفتیم. هیچ جای نرفتیم. یعنی وطن است و بعد خود یعنی اینجا دادا خواتین نمی‌کنه. نوشی جارتان. جور باشیم. آرام باشیم. میکنین تقاضا کنین. تقاضا کردیم ما بخدا فیسبوک پست ماندیم شاروالی رو منشن کردیم. شاروالی را خبر بتین که بیادر چرا واسه که مثل اسی بارینا میگه در فارم مرغ ما کم اگه است. برات بگویم دی پترول ما خودم تیل فروش هستم. خواهش. پترول 1 لیتر 100 روپیه شده بود. آها. دینروز امروز خوش. شاروالی اونجا دولت توزیع کرد بیادر کیلو 75 روپیه. 75. بله در مردم. اونا ذخیره داشتن اینا خود ذخیره ندارن. بیننده های عزیز یوتیوب چنل لاروین مایک، سلام وقت بخیر، خوش آمدید. سازای در خدمت شماست. امروز 24 اگست سال 2026 میلادی است. اینجا آمدیم چوک زراعت یا چوک قرآن شریف. در مزار شریف معمولا کاکا اجازه است مکتیر شو. در مزار شریف چوکایی که 15 سال پیش و یا 20 سال پیش ساخته شده بود دوباره از سر بازسازی میشه، چون ازدحام و بیروبار در مزار شریف خیلی زیاد شد. اول مثلا اگر یک موتر بود ولی 50 موتر است فکر بکنین و هر چوکی که او زمان ساخته شده بود فعلا دیگه دوباره دیگه میبینیم که امو وسعتش کم کرده، حدودا 1 متر تا 2 متر به سرک اضافه کرده، چون به خاطر از اینکه چاره خوب کلاند معلوم شود. و 1 سال پیش خوب یادم است که آمده بودیم به خاطر بازسازی یا نوسازی اینمی چوک، خصوصا موزاییک و سنگایی که استفاده شده و این نماهایی که گلدانایی که به شکل ستاره مانند بگوییم اینجا هستند. من حدودا 3 سال پیش همراه یک بابا به نام دایی بود، خدا جایش جنت داشته باشه، همراه از اون مصاحبه کرده بودم و او خامش فکر میکنم در کانادا بود، حالا فوت کرده بیچاره. باز فعلا دیگه نمی کاکا میبینین که هر عصر شاید این میره آب پاشی بکنه و این گلدانا را کلشان آب میته و این شستشو میکنن. به خاطر ادای احترام به زحمات کاکا یک تشکری از ایشان میکنیم. امروز چند لحظه صحبت میکنیم و ببینیم کدام قسمت ها مانده. کاکا جان کدام قسمت ها مانده به خیر از پیشتان؟ کدام قسمت ها مانده که آب پاشی نکرده باشین؟ السلام علیکم. شما خوب هستین کاکا جان؟ شما خوب هستین؟ خیرتی هستین ان شاء الله؟ بخیر هستین؟ شما خوب ان شاء الله؟ شکر، سلامت، زنده باشین. نام شما؟ اسم عبدالغفار است. کاکا عبدالغفار، شما مسئولیت نگهداری چوک بر عهده دارید؟ بله، تقریبا طول 16 سال 17 سال شده وجه هستم. یک کس دیگه هم به نام دایی همراه شما بوده یادتون است؟ بوده بله. خدا جاش جنت داشته باشه. فوت کرد. فوت کرد و مسلمان خدا با رفت میکنه. او رفت. مسلمان با رفت. شما 2 نفر اینجا کار میکنید؟ بله. این تازه 1 سال پیش دوباره بازسازی کرده یادتون است؟ بله، زمان امارات. بعد این چپا شد و تقریبا این کمی خورد کردن. خورد کردن. سرک کلان شد. بله. مثلا ستان شاکا به خورد شدن. بله. بعد پیدروار هم کلان کردن، مثلا چمنش ناکش کردن. ناکش کردن. بله، برقار پایان برق نو آوردن. حالا از نما از طرف شب نام خدا چه خوب نما میته. بله، خود فضل خدا این خدا چمن هم ساز شد و خدا برقار تا تو روشن است. ان شاء الله که کلی کارا بخیر کنن. رابرات ان شاء الله دیگه. دیگه خداوند دیگه هر کس که سرمایه گذاری میکنه شهر ما و شما را
آباد میسازه، خداوند خیر نصیبشان بکنه. آمین آمین آمین. پروردگار برشون عاجز عظیم نصیب کنه برشون. آمین. شما هر عصر می اینجا پاشی میکنین یا هر دو روز بعد سه روز نه بعد؟ ما تقریبا از صبحگی از ساعت 5 یا 5 و نیم همه جا هستم فقط تا 7 بجه. تا هفته. همه جا وظیفه ما میشه. یعنی میام پاشی میکنم مثلا خیلی شما میکنم مثلا ترمیم میکنم پیداوار میشیم فقط کاری من نمیاد. چند یک نیم ساعت پیش شروع کردی پاشی؟ بله مثال شد بله. کدام قسمت ها خلاص شده؟ یعنی یک خلاص شد و هم خلاص شد یه خلاص یک ماندم. یک دو تا جای مانده. اون 2 متر جای بله. مانده. دیگه ای داخل گلدانا کلش پاشی. بله مکمل و مکمل بس شما پاک کجا پاک شد. شما چند ساله هستید؟ سندی 62 است میاد. 62. بله. نواسم دارین حتما؟ بله حتما ان شاء الله نام خدا 12 نواسه دارم 12 دانه. 12 دانه. بله دختر از بچه. تنها نواسه است؟ نواسه بله. باز با فرزند چند تا دارین؟ فرزند مال خود 10 دانه. 10 دانه. بچه و دختر. 4 دانه بچه 6 دانه دختر. خب بچه ها میجاست یا بیرون است؟ نه میشه. کلش همیجاست. یکیش مدرسه میخونه، خوش. یکیش کار میکنه، یکی دونش کورترک از کاکایش، یکیش مکتب میره، یکیش خانه است. شما از وطن نبرآمدین؟ نه هیچ نرفتیم جای نرفتیم. هیچ بیرون نمی نرفتین؟ طولی انقلاب جای نرفتیم هیچ جای. هیچ جای نرفتیم. یعنی وطن است و بعد کجا نمیشه. دادا خواستی نمیشه. نوشی جانتان. جور باشیم آرام باشیم. آفرین. اصلا از کجا هستین؟ اصلا اولسواری چلو بلک. چاربلک مزار بله خانه فعلا حتما در شهر هستید؟ بله شهر است. در خانه کرایه زندگی میکنین یا اصلا؟ نه خودی ما. الحمدلله. از خودی ما. پیش از این چی کار میکردین؟ پیش از این تقریبا همین کار کشاورزی بود. دهقانی. دهقانی میکردین؟ بله دهقانی میکردیم. یعنی باغداری بلچپا و مثلا گفتم مرا که کسابتکاری و مثلا روبی و مثلا میشه دا ولی فهم این کارا بودم. بله رومی کشاوا و پیاز، پایپند بادرنگ. بله میشه. شما کلگی دهقانکار هستید؟ دهقان بله. حال تازه یک ذره در شهر آمدیم مگر کل ما شما پدر کلان در دهات زندگی کرده دهقانکار قریا و قشتاقا بودیم. کاری ما اینم کشاورزی بود. شما افتخار ما هستین؟ بله. رئیس دایره استفیدین هنوزم خدمت مردم میکنید. ما خدمتکار وطن هستیم. خدمتکار فامیلی خود هستیم. خدمتکار وطن هستیم. تا که جان وطن داریم با وطن با مردم خدمت میکنیم ان شاء الله. بسیار زیاد تشکر. زنده باشیم. سلامت. زنده باشین. شما با پاشیتون ادامه بدین همکارم چند تصویر میگیره. واقعا از برکت اینمی بزرگا هستن. بعضیا هستن نازانه هستن 18 ساله و 20 ساله هستن هیچ دلش در کار نمیشه ولی کاکا با این بزرگواریش با این ریش سفیدیش هنوزم به خاطر پیدا کردن یک لقمه حلال اینجا زحمت میکشه از چهار اطراف همکارم تصویر میگیره باز میریم اون طرف و با عزیزای ما صحبت میکنیم. وطندارای عزیز اگر میخوان که اینمی تو یک رومی آبدار و مزه‌دار این طرف بیا کاکا این طرف این پیش بیا بخرین
ماشم که رومی کجاست پیشتر پرسان کردم خب میگه سیاد ماشم کدام سیاد است چندین سیاد است و پیش اینی برادر عزیز ما بین کل چیزش تازه است نمونه رومی بانجان شما رومی گرفتین؟ بله. سلام خوب است خیرتی است انشالله چند کیلو گرفتین؟ ما یک 3 کیلو رومی گرفتیم 3 کیلو شب میمون داری چی رقم؟ نه میمون نداریم خب برای خودمون برای خود چه پلان داری ینگر از زنگ زده که چی پخته میکنی؟ ینگا اومدم داخل موتر شاید ما بدون ینگا سودا نمیگیریم خوب میکنی آفرینید بدون مشوره زن هیچ کار نکنه باید آفرینید صد آفرینید من طرفدار 100% شما هستم آمده تا که دمی امرای خانه جور نه امرای بیرونش وقت جور آمدن 50% که است حق حقوق خانم هاست بله تا که خانم ها نباشه ما از کجا در دنیا میمدیم به 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 چه کار میکنین شما؟ ما دیگه خرید و فروش نمره موتر ها. زمین همین چیزاست ایش داره میکنین؟ بله بله قابلی است یا شروع از شام؟ نه شورباست شروع؟ بله گوشت خرید یعنی گوشت مرغ ممتع نخره که از 220 به 290 رفته نه ما یک باره بود کشته بودیم باره؟ بله نوش جانت اشتیای خوب سلامت قربانت سلامت زنده باش خانه آباد بخیر باشین این رو از کجا آوردی وطن دار این رومی سیاد هستن سلام خوب هستین خیرتی است نام شما خیرتی است عبدالرشید رشید جان کار از راه خلاص که مشکل است با شما صحبت هم میکنه شما سودا خودم بکنین ها 40 روش سیر به 70 40 100 در چند از کلیازی این رومی سیر بس 30 افغانی بله. دیگهش 20 افغانی است یا 20 پس ایرانی از سیادی که طرف چیز تنگی تا بله شما بله طرف بله میری از بله. اونجا میارن آه. با شما از اینجا میخرید از اینجا میخریم بله بانجان 20 است 25 است 20 روپا 15 روپا برای فعلا دیگه مالی وطنی است یک ذره تورایی ارزان چند است است؟ 15 تورایی سیر په 2 کیلو 50 2 کیلو 50 بله. بادرنگ 20 15 بله اونم رقم 15 و 20 است ما هم دیگه در خانه خرید میکنیم مثل لالا برای کل قیمتا برای ما معلومه بله پیسې تا نه میگیری چند سال میشه اینجا هستی اینجا تقریبا 13 سال میشه که در این منطقه هستیم 13 سال بله. در منطقه شما یک باشا بسیار خوب رفیق حساب ویدیو ما رو قدس دیده بودی بسیار زیاد میسوری خودی من بودم در پشتش کجا سالیش در کویش نه هست اونجا هست قصابی چیز همونجا بدر حال شاگرد ششته ها یکی گفته بود که ایران رفته باز نه یکی نه گفته نه یک ذره ایران مشکل نرفته وجود آمده بود یک ذره مشکل آمده بود خود خیر دیگه باشه. برای فعلا حال همینجا همونجا هستن بله وقتی سودای شما مزاحم شما نمیشه مزاحم نیستیم ملایم هستیم قربان میریم پیش یک قصابی که گوشت مرغ میفروشه این که چرا اینقدر قیمت شده بیاین میریم پرسان میکنم از شما تو بیا همکاریم نام خدا در این چاک دیگه میوه و ترکاری همه چیز خیلی زیاد است و ما پیشی یه دیوالم که بشم روش فوتبال هم بازی میکنیم میریم که باش پرسان میکنم که قیمت گوشت مرغ چرا اینقدر بالا رفته کجا هست همکارم اسب جان سلام 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 خوب هستی بخیر صحتمند خیرتی است بخیر هستین ما با یک اینقدر شکایات آمدیم کجا هست همکارم میتونه بیا چی کردی باید مردم باید بفهمن اسب جان که هم همسایه ماست و هم امروز ما فوتبال بازی میکنه و گوشت مرغ میفروشه اما قیمت گوشت مرغ بسیار بالا رفته یک وقت اگر 210 و 220 میخریدی حال من امروز 290 خریدم اسب جان خیرتی است انشالله بخیر است بخیر است امی گوشت مرغ چرا بالا رفت قیمتش الان نرخ گرمی است در فارما که است استاد شده فامیلی باز سر زمستان ارزان میشه پس ارزان میخواد یک هفته در روز فکر میکنم این قیمت بالا خاطر هم گرمی است یکی نمیرسه فارم مرغ نیست دیگه نیست از خاطر در وقتی که مثلا 210 و 220 چند کیلو میفروختی زیاد میفروشیم ما هم شکر 50 کیلو 60 کیلو نه ولی که قیمت بالا رفت شاید یک ذره تقاضا کم شده باشه اول مثلا ما باشم من میگم که از 220 برو به 290 بخر میخره مردم ولی گوشت خور است 100% 6 ماه شد اینجا آمدی بله یک 6 ماه شده فوتبال هم نمی واسه اینکه زیاد گوشت میخوری باشه حالا فوتبال نشد پس شروع کن چند شده 300 این 220 ما شما میخریدیم امروز میمان داشتم رفتم 290 290 خریدم نداده نرخ داده این نامه نیست اینجا نرخنامه ما دیدم گوشت مرغ در نرخنامه نشته چرا گوشت مرغ از افغانستان نیست از افغانستان هست می در روز گوشت سیدم از افغانستان است که گوشت و گوسالا و گوسپند از افغانستان دا اون نرخ داده این نرخ نه شما ولی این نرخ داده بود اولا میخواد اما خیلی بالا رفته نه ولی نه تا هم 4 تا سیر به دیردم خودم 4 تا سیر یک ما پیشم میخریدیم
گوشت گوسفنده. گوشت گوسفند. بله ها. حال چند است؟ حال 430 دینشو خریدم. خب مرغ چند میخرید؟ 240 میخریدم. حال چند است؟ حال 300 میگه. 300 است. ما در یک 290 شو. خودم خریدم. در یک شو نه میگه 7 روز میشه. دین روز من 240 خریدم. دین روز؟ بله. از کوچه ما. ما امروز امروز چه خریدم. بله سه. ما پرسان کردم پیش بیام کارم. پیش بیام. راری لاکو. برای شما که پرسان میکنین تقاضا کنین. تقاضا کردیم ما بخدا فیسبوک پوست ماندیم شاروالی رو منشن کردیم. شاروالی را خبر بتین که بیادر چرا باز طبق مثل اسی بارینا میگه در فارم مرغ کم ما اگه است. برات بگویم بگو. دی پترول ما خودم تیل فروش هستم. خوش. پترول 1 لیتر 100 روپیه شده بود. آها. دین روز امروز خوش. شاروالی اونجا دولت توزیع کرد بیادر کل 75 روپیه. 75. بله در مردم. اونا ذخیره داشتن اینا خود ذخیره نداره تو دیگه. کل جای ذخیره داره. میگه مرغ جای دارم من خود ندارم کل جای ایام از ذخیره میخره. از خودش نمیخره. میگه در فارم مرغداری مرغ کم است میگه. مرغ کم نیست. ما که پرسان کردم دلیلش اینجا که نمی‌دونم گوش برای کن ما. اینجا که مرغداری که مرغ زیاد است یک روز نتا یا پیش خودشان بالا بکنن. تو از پیش خود واقعا بالا کردی اسی. پیش خودشان بالا میکنن. بیجا که مجبور میکشم برش نشان میدم میگه بیجا که بکشه بطن او نشان. بیجا که من 100 رقم بیجا نوشته میکنم. در کوزه میزنم ژاپنی در تک میزنم چیز رقمی چینایی. اون در کوچه فابریکه درایستن. ممتای تنها ای بالا نکرده. تمام مرغ فروش هم رقم است تنها این نیست ممتا. خیلی ما یک گپ میزنیم. ما یک جای میریم تو را مرغ فروشی 250 روپیه میخریم با تاوانش تو بده. صحیح. این 290 باشه با تاوانش من میتم. ما به اندازه خرید خود توان میتونم. صحیح است. 100 کیلو را تاوانش میتم. نه ما با 100 کیلو دادن نمیتونیم. شما پرتام میکنین با دشارولی برسونین نمیگه پاره. اینه میگه شما مستقیم به شاروالی میرید جمع. بیا حساب کنه تیل ما را حساب کرد. گفت چرا 100 روپیه میپوشیم دولت خودش اعلام کرد تیل. اینه میره مستقیم همین لحظه فکر گاز 75 روپیه شده بود خب 75 روپیه در مردم تودی کرد 55 روپیه. کو تاجرا بفروشه کو تاجرا بفروشه. راست میگه راست میگه و ما شاروالی خواهش میکنم که این گپا رو جدی من نه حق داره صحیح نه حق به جانی بستی حق به جانی بستی تیل دیگه یک ذره قیمت کرده بودن دوستای عزیز حقش است و ما شما خواهش میکنیم که نه بیادر راست میگه امیر شما سر به خود خود بالا نمیکنی اسف جان مطمئن هستم که کار نمیشه بخاطر که با یک نفر بستگی نداره کلی راسته را بایش میگیم بایش بالا می پیش که ما شما هستیم پیش اونو ادریس بالا کوچه تومن کاکا نظر کاکا نظر امروز رفتم مکتب بیادر 220 افغان است برو 270 بیار من میخرم نه بلند شده دیگه زنده شما 180 تا میگیرم همین روزا او بیچاره برای من گفت این گپ شما رو نمون برای من گفت اینا پا به طرف هستم دروغ هم نمیگم خدام شاهد است همین گپ که شما گفتم برای من گفت مسلمان بعد سر ما خودت باید فوتبال دوباره شروع بکنیم خدا بیا همکاریم بیا دوستای عزیز اگر بهترین میوه میخواهید که در اینجا بخرین در چوک قرآن شریف پیش برادر عزیز ما بشیر جان مین و سال یک بار ما حتما پیش بشیر جان مین بشیر جان خودت این طرف میایی ما اون طرف میاییم سلام خوب هستید خیراتی هستید ان شاء الله خیر هستید چال سلامت شب روز بخیر میگذره تشکر شما سلامت باشید قربان من که هر وقت بشیر جان میام مقتا پرسنت میکنم میگه بشیر نیست کجاست میگه سرای رفتن پشت خرید رفتن تشکر سلامت به یاد خدا باشین که یاد ما را میکنین تشکر سلامت باشین اول اونجا بودین حال فکر میکنم داخل آمدین اول که با سری کراچی ها بود شارولی باز شاروال صاحب عزیز ما یک کار بسیار خوب کرد کراچی ها را جمع کرد تا چند مدتی را بعد از او کل کس هر کس در خودش یک جای پیدا کرد دیگه جای پای ما هم بین اینجا کلبی فقیرانه یک دکان جور کردیم سلیقه شما برای شما سلامت زنده باشید دمی هر کس بگم سلیقه بسیار او مهم ترین یکی سلیقه است یکی چندن یکی دیگه اخلاق
کتی مردم که نداشته هیچ پیش نمیری. این سه چیز اگر نداشته باشید دیگه اصلا هیچ دکانداری نکنید. دکانداری نمیشه. قربانتان. در دکان شما خانم خدا هر طرف میبینیم چیزای نو. تازه میوه های نو آمده تازه فعلا هر میوه تازه آمده فعلا فصل میوه است. اما رکی ما در تصویر میبینیم این امی کجاست؟ این همی هند است. این همی هند است، منگوی هند است، بسیار اعلی درجه است دیگه. خیلی با زرد میشه یعنی تو آبی هستی؟ این افرنگ میشه، هم سرخ هم زرد هم جالب است. رقم میشه. اینا مثلا ولی ما فعلا این خام نیست دیگه یعنی. نه شما ببینید راحت باشین مشکل نیست راحت باشین. یعنی که سعی کنین یک طرفش زرد سرخ شده، این زرد و سبز میشه، سفید میشه. داخل از این تو زرد مثل اینمی تاپش وری. بسیار انتیک، بسیار خوب. این در چند روز خراب نمیشه یعنی نگاه این در 5 روز دیگه هم استاد میشه. 5 روز یا تا یک هفته رو فکر کنید. تا یک هفته. فعلا این تازه آمده این سخت است. بازی در مرور زمان نرم شده رفتن میگیره، رنگ خود باز میکنه. بس کسی میخره اینه بس خریدارایش بسیار است. این کیلوگرم دانگکی جوس میشه، دانگکی است. خب این در جوس استفاده. ایره بسیاری کسا در جوس میبره، ریشه نداره این. این یعنی ریشه 600 نداره. پس؟ این 150 روپیه قیمت ترینش. اعلی درجهش 150 یعنی باز خردترایش 130. 130. نظر به کلانی و خردی و توارش سایکده سودا میشه. خب ناک اندر آب است یا از امی چمتال است از کجاست؟ نه اینا که اندر آب است. ناک چمتال نه شولگر است. اونجا است چندگی است. اینا که اندر آب است. اما این در میزان باید کنده شود. اما فعلا تقاضای مردم است که باید ناک خوبش با مزه بغیر از ناک اندراب دیگه ناک نیست. یکی ناک بلخاب است که باز براتون نشان میدم. بله. و سیبا کجاست بشیر جان؟ این سیب قیصر شریف است. بسیار طعم خاص داره، بسیار تازه. او مردم در حساب میوه، کشتکار میوه اعلی درجه بسیار پیشرفت کرده است. خداوند همراهشان باشه. آبدار است؟ بسیار آبدار است. بسیار آبش کرپس میکنه. کرپس نکنه. سیب مزه نمیکنه. این از قیصر است؟ این سیب هم بله قیصر است. این سیبای قیصر است. این کیلویش از 120 گرفته تا 80 رو پره. تا 80. یک چیز دیگه هم داره. تخفیفی ویژه است. با شفتالوی قیصر به حد نام داره دیگه. این نمیره ما میخواستم بگیم. بسیار یک علادت فکر کن در 34 ولایت افغانستان از شفتالو یافت نمیشن. دوستا شاهد است. بعضی کسا میگه که شفتالوی خنجان و دوشی و کلگای میگه خوبش هست مگم حجمش نمیشه و در میمانی و در هیچ چیزا نمیشه. یکی از هم دول دارم، نما دارم، کلی چیز از هم حساب تکمیل است دیگه. هم شیرینه چه نمیگین او داریش دم دام پر تاو میشه. دوستا شاهد هستن ما امروز 1-2 کیلو شفتالوی قیصر خریدیم. اما یکی چند خریدیم نمیگم. باش که شما چند میپرسید پیش بباشید جان. اینجا دیگه باش ببینه که تفاوت میکنه دیگه. عین ممتاز عین چیز بود خب. این اردوش یک چیز است. بله یک چیز است. این سورت دویش است، این سورت اولش است. خب تفاوت نرخ‌ها در هر جای متفاوت می باشه. میوه نرخ نداره. خدا میکشی دیگه. نگه که قیمت فروش شهر مزار بشیری مردم داره. چند از کلی است؟ این شفتالو که است کیلویش 140 روپیه است. تا 180 تا 200 هم سودا شد. تا 200 این شفتالو سودا شده. ما چند خریدیم وقتی یک ذره این فراموشی داریم بشیر یادت هست؟ یادت نیست؟ ها صحیح 140. 140. خب ناک چند است؟ این ناک که است ناک طرف همه کجا میگه؟ اندراب نیست؟ نه این اندراب نیست. خب باشه من نه خانه بخرم ازی بخرم یا ازو؟ ناک ازو اگر دندانای ساختگی باشه ازی بخر. نه دندانای ساختگی. اگر دندانای اصلی باشه ازو بخر. نه باشه این نرمتر است، این ملایم است. خب این ناک تخار است. کدام شیرین است؟ شیرینی و شیرین‌تر است. ازو کدا باز ناک دیگه این کمی درجه دویی است. ناک ساوز. ناک ساوز این بلخاب است. این بلخاب است. بله خب این چند است؟ این 180 افغانی. یا وقت این مال خارجی است. 120 بود.
او 120 بود ولی اولی فعلا مال تهران خلاص شده گمرکات چند شده بندر عباس یک روز تنگ هرمز آزاد یک روز بسته نرخ تفاوت نکنه دیگه چی رقم باز این سیب نام خدا از کجاست؟ این تیرمایی میگه فکر میکنم اگر اشتباه نکنم. این سیب دایکندی است. خوش دایکندی میگه یعنی دایکندی خو کجاست بیاد؟ یعنی چارکن دایکندی گفتیم. خب این سیب چارکن است. این چند است کیلوش؟ این کیلوی 100 روپیه است. 100. ما امشب از باشر جان کمی سودا مونتا میخریم. اگر قیمت کرد باز پشت سر باز داخل اونجا میگم. سیبای ارزان بایم هست که 50 روپیه. سیب گاجه فعلا رشدش از وقتش از 50 روپیه گرفته تا 100 روپیه 80 روپیه هست. این سیبا نو برآمد. میوه روزی اول خوب خرید داره. آخری که خلاصی میشه دیگه خرید داره. نرخش متفاوت است دیگه. هر کدامش از خود یک نرخ جداگانه خاص. او طرف انگور سیاه است. انگور سیاه. انگور سیاه قیصر است 70 روپیه است. 70 روپیه است. انگور یک کیلو از پیش میگیرم. خربوزه چند است؟ خربوزه این خربوزه قنداری میگه. این خربوزه دانش 150 روپیه است. 150 یعنی ما ارزان فروش هستم 150. ولی ما قیمت فروش نگفتیم شما 200 روپیه. نه ولی ما شما قیمت فروش نگفتیم. پایین نیست یعنی انارم فکر کنین که اینا برام یعنی اینجا تابع سمت شمال میوه اینا که بیا پیش باشر جان بین اینو برای با گارانتی براتون میگم. این مردم میگه که انار نبرآمده انار نو گل کرده این انار پیش ما هر وقتی که بیایی ان شاءالله که پیدا میشه انار دیدادی است بسیار خوبیش است. انار شیرین انجیر تاشقرغان است. انجیر فعلا از هرات میه از اما انجیر گرزیوان میمنه اینجا نمیه او هم خوبیش است. مگم انجیر مثل که شفتالو نام داره انجیر تاشقرغان هم نام داره. والا این ریاکشن روز پیش دمیدان که پرتین او میشه چی میخ البته آب و هوایش تفاوت میکنه زمینش تفاوت میکنه نظر به آبش است چی تفاوت داره نمیفهمم. انجیر مثلا هرات می 50 روپیه 30 روپیه 40 روپیه تا 50 قیمتش 50 روپیه اما انجیر تاشقرغان از 150 تا هنوز کم نشده تا 250 تا 300 هم سودا شد. تا 200 تا 300 ولانترینش 300 خودیم سودا کنیم. با شما خوب هستین در استرای مارکت میرای نزدیک هستین؟ بله نزدیک هستیم. نام ما دمی خاطر بد نشه که ما نزدیک سرای آمدیم مال شما چیز میوه شما قیمت است. اجناسی که شما دارین کلی کس همین گپ یاد میکنه که نزدیک مارکت است قیمت است اما این دی فکر نمیکنه که از مو چیزی که در سری کراچی در مندهی بار میشه او را پرسان کنه از مو هم دارم 50 روپیه است اما یک چیز 100 روپیه است. همین جنس همین قواره را که میبینی 100 روپیه تفاوت میکنه تفاوت خود داره. باز اینمی نزدیک مارکت هستیم ما را غیر ملامت میگه شما نزدیک مارکت هستین کرای زرنگ زیاف نمیتین بازم جنس های شما همین مالایی که میوه‌ای که شما داری قیمت است. برای ما 1 کیلو از چی بان؟ شفتالو بان. خوش. این شفتالو ها. 1 کیلو سیب خوبش بان. خوش. 1-2 دانه کیره برای دختر و بچیم 2 دانه بان. ماشاءالله. دیگه چی بان دیگه چیزی دیگه 1 کیلو انگوری سیاه بان. 1 کیلو انگوری سیاه. اینا را جمع کن. هر چقدر که شد باز ما خودت باز پاسان باز گپ میزنیم ها نمیری مشتری ها را میگن نمیشه ضیافت میشه. باشه جان یکی از دوستایم است که واقعا خیلی دوستش دارم بدون برنامه هم یگان وقت اینجا میام سر میزنم امروز قسم میکنیم واقعا یک بچه خوش اخلاق است و خداوند اخلاقی را همیشه نمیتونه داشته باشد. اگر این اخلاقش باشه مشتری زیاد میشه و ما دو ویدیو که ما شما در تیک تاک ما بدیم شما بار که دختر خانم در کامنت داده بود حتی از پشت دختر خانم راضی بودن یعنی میگه از اخلاق خلق خوش شما هستن. خداوند کلی یار و دوست داشته باشد. تشکر از اینکه کامنت های نیک کردین ما را تعریف و توصیف ما را کردین. خداوند شما راضی باشه. آمین. تمام دوستا و بالخصوص ساغزای تشکر ضیاف از خودت که ما را می دایی جای گوشه و کنار یاد کردم ما را می و یاد خدا باشیم. ما هم همچنان دوستی دارم. تمام بیننده هایی که ما را میبینه از دنیای مجازی از طریق یوتیوب شما فیسبوک شما تیک تاک شما تشکر از کلگش که لایک میکنه کامنت میکنه کامنت های تا نره و برسرت من بازم تاکید میکنم اگر بهترین میوه میخریدین در مزار شریف زمان خصوصا اگر شما میمان ویژه از اروپا مین و در جستجوی یک چیز خوب هستین همتون ناب پیش باشر جان بی و اگر نام ما را بگیرین یا بگین که گزارش شما را ما دیده بدیم
ما مطمئن هستم که نی باشه امرتان همکاری میکنه 100% امرتان. بعد از او یک گپ دیگه است ناگفتن ما از طریق شما یک کسی از دوست شده که ما بسیار یک لالای نازنین ماست اسماعیل جان عزیز استاد اسماعیل نامشان است سید اسماعیل آقا بله حتی شماره مرا خواسته بود شما با شما که گرفتیم برده دادیم چه رقم شده این مسئله فعلا همراهشان به تماس هستیم زنگ میزنه برای آقا سلام تقدیم میکنیم سلامت یک سلام میخواست برای آقا صاحب یک سلام برای وحید ظاهرپور که او هم دور پاس سلامت باشه جانشان جور باشه دوستای شما خانم خدا از سلامت نه کلگش دوستای کلگی ماست بله خودی ما که خوب باشیم یار دوستی ما زیافتر میشه و خوبتر میشه پس شما او کار آماده میکنین دیگه و سودا که براتون گفتم ما میرم از هم بیرون از نمای شب هم یک تصویر میگیریم باز با دوستا خداحافظی میکنیم پس میمیم برای فعلا خداحافظ قربانت تشکر سلامت دوستای عزیز نماز شام خادم خدا قبول بگرداند و وطندارای عزیز ما هر لوبلاییش 10 نفر اگر باشه انشالله هم یک دانه لوبلایی برای شما 10 نفر بس است دیگه. سلام علیکم چال دارید خوب هستین خیراتی هست انشالله نام شما نام ذکرالله است. ذکرالله جان این لوبلایی را شما از کجا میخرید این از مارکت میخریم بیادریم اینجا یا اونجا علام خان اونجا میریم ملیان این را چند دانه آورده بودین از 37 دانه بود 37 دانه بله. یک 20 تا مونده 20 تا مونده 20 تا 14 تا است 14 تا است از کجاست خودت خودم از اخچه هستم جوز جان از اخچه هستم بله. خانه اونجاست یا اینجا خانه اینجاست اینجاست ملیان باز مثلا یکی ماند خانه میبری نه همینجا هستیم دیگه شب و روز اینجا هستیم شب کجا خواب میکنی شب هستیم سر زرنج خواب میکنیم سری زنش خواب ملیان خیلی تا 12 بشه شب حتما بیدار هستی ها دیگه بیدار نباشیم بود دوزا میبره نه هر کدومی 300 200 بس این ارزان هم نیست از طرف روزا خواب میکنه ما روز میریم خواب کردن ما چند ساعت خواب میکنی روز 4 ساعت خواب میکنیم از چند تا چند مثلا این از 1 تا 4 یا 5 نیم باز وقت سر کراچی کی است بیادریم است خب بیادر تو شما را همکاری میکنه بله چند است دانش این دانش 2.5 ساعت 3 ساعت 1.5 ساعت اون خورترکاش میگه 80 روپیه 80 افغانی بله هزار خربزه یک 20 افغانی برات میمونه 20 30 40 50 اینجا اگه پول دار آمد با 100 فایده میگیرم بگیر آه بگیر از طرف ما اجازه بر پول داره قدر پول چی میکنه قدی غریب مراعات کو بله غریب ان شاء الله همیشه مراد است خوب میکنی پول داره را اگه نه پولشان باز خیلی نه گم میشه از اینکه شما بگیرید خوب است 100% روزانه چقدر برات میمونه روزانه 1500 500 همه خمی میمونه بله دیگه دوستای عزیز و شیرین است یا نه شکر است شکر اینه که خورید امید باز میخوام نفضا میگردین نه خوبیش است از کجا باشید خونه میفهمید اینا از کوشکک است خربوزه کوشکک کوشک هم طرف است باز اینا رو گرگک میگیره چی میگه این ما سبزک میگیم سبزک بغلان میگیم بله این چند است اینا قیمتش داشت ما 50 روپیه 50 افغانی ما چاشت میمان داشتم از این بردم 80 افغانی او یک ذره کلام بود لکن از اینکه دست چی چرای برکت خانه آمد بسیار زیاد تشکر قربانت بخیر باشه شما باز امیر رقم تا 24 ساعت است نیش نه ما خانه جنزیک است شب میریم 10 بجه 10 بجه میریم صبح باز 7 بجه 6 بجه میریم اندیار هستین رفیق هستین رفیق هستیم بله یگان مشتری بیا باز نمیگه کی اینجا بیا اینجا بیا نه هیچ فرقی نمیکنه با ما از این بگیره یا از ما بگیره بعد از فصل خربزه باز چی میفروشین مالتا سیب اینا چیزای میوجود این خربزه کجاست برادر عزیز خربزه شلگر ما شما بله چند است خریدش 150 چتری است یا امیری است نه چتری است بله این شیرین است شیرین است شما هم دیگه بخیر اسلام کردین چرا کنه خربزه اشتیا دارین کالک زدگی داریم خلاصی کم گرفتگی است یعنی شیرین است یعنی خوب است شیرین است خوب است یک چشک شلال است بگیرید خیر است ببین دوستای عزیز خربزه را دیگه نام خدا میبینین هر کدام میشه اینا چند است؟ اینا 150 140 دوست کامرامین ما مشتیا دارم نه اون مصروف است ما بنمایندگی از اون شان میکنم
کلامش نه واقعا خوب میکنی این تو نرم نام خدا که پرد در میدان خودش آب میشه گفته این مردم نان و نمک شد این مقصد. نوشک جان این لوبلای یک خوبی داره که مثلا کسایی که تکلیف میده دارن و خربزه خورده نمیتونن تیزابی چیزا نداره. از همین خاطر مردم کابل و سمتا میان مزار میان میبرن. خانه آباد بسیار تشکر. از همه شما یک تشکری ویژه میکنیم. واقعا امروز و امشام خیلی خوب گذشت و نمای شب چاره زراعت یا چوک قرآن شریف هم ماندیم تا به تصویر بکشیم، چون این نواره که میبینید تازه است دیگه، حدودا چند ماه میشه، قبلا این گونه نبود. به هر صورت بازهای ما صحبت کردیم و همراهشان در دل کردیم و شما دیگه از الف تا یا دیدین. فردا انشالله باز در خدمت شما قرار میگیرم. تا فردا دیگه همه شما رو به خداوند یکتا و به همتا میسپاریم. خداوند حافظتان.